خواستم که اول از احترام به آزادی مطبوعات و یکی از دستاوردهای بزرگ ما یادآوری کنم. خواهران برادران، چندی پیش، بلکه چند روز پیش، جناب محترم جو بایدن رئیس جمهور امریکا اظهاراتی در مورد کشور ما کردند. این اظهاراتشان مرا ناخودآگاه به یاد صاحب تبریزی و شعر زیبایش راجع به کشور ما انداخت. خوشا عشرت سرای کابل و دامان کهسارش. خوشا عشرت سرای کابل و دامان کهسارش. که ناخن بر دل گل میزند مژگان هر خارش. که ناخن بر دل گل میزند مژگان هر خارش. چه زیبایی کلام، چه لطافت کلام و راجع به چه یک شهر زیبا، چه یک کشور زیبا. یک شعر بسیار دراز است و بسیار زیبا. پوشش میره راجع به عاشقان و عارفان و راجع به پل مستان و راجع به زیبایی های این سرزمین و ستاره و آسمان و روشنی های صحبت میکنه. این افغانستان کهن، این افغانستان که از خاکش مولانا برخاست و صدها بزرگی دیگر جهان که جا زاده جهان است. از مولانا که پیام انسانیت و روحانیت به بشر داد و چه سخن زیبا، تا سید جمال الدین افغانی که در این اواخر پیام سیاست و آزادی به جهان داد. خواستم که فقط از معرفی شخصیت‌های این منطقه و ادبیات این منطقه خطه بزرگ و بزرگان افغانستان و تمدنش به جناب محترم رئیس جمهور امریکا معرفی کنم، اگر تا حال نمیدانستند. و این مرا برمیگردانه به سال 2013 که سفر آخرم بود به امریکا و در اون سفر حکومت امریکا یک مهمانوازی بسیار شانداری از هیئت افغانی کرد. در جمله اون مهمانوازی هایشان که از او تشکر میکنیم، بسیار قدر کردند، یک نان شب با یک تعداد از بزرگای فکری و تصمیم گیر امریکا تنظیم کردند. دوست ما نماینده خاص امریکا محترم سفیر صاحب خلیلزاد هم در اون نان شب بودن با ما. در جمله مهمانای که با امرایم در اون نان شب بودن از امریکا، در اون نان شب یکی از بزرگان امریکا که درگذشت زبگنیو برژنسکی هم بود. برژنسکی از متفکرین کلان امریکا بود و مفکوره استفاده از افراطیت دینی را خلاف شوروی سابق مبتکرش اونا بودن. و پرسان کردم در نان شب که آقای برژنسکی آیا این حقیقت است
که شما مبتکر امی مفکوره استفاده از افراطیت برای تضعیف شوروی هستین و نامش گذاشتین حلقه سبز یا کمربند سبز در اطراف شوروی. آقای برژنسکی در جوابم گفت که بله من مبتکرش بودم، ولی این حلقه سبز که شما میگین نامش حلقه سبز از دید ما نبود. نامش از دید ما که اونا گذاشته بودن دایره بحران بود. A circle of crisis. دایره بحران علیه شوروی. من به جوابش گفتم که آقای برژنسکی به چه قیمتی به جهان میبینین که در افغانستان چه میگذره، در جهان چه میگذره، حوادث درور پا شده بود، حوادثی در کجا شده بود و اشاره به حادثه اندوهناک 11 سپتامبر و سقوط تعمیرهای امریکایی کرد. گفت نه خیر، از دید ما از لحاظ تاریخی سقوط شوروی سابق و یک چند افراطی در جهان فرق عظیم داره. او هم افراطیونی که به ما رسیده نمیتونن شما را میزنن، او برای ما مهم نیست. کابل صاحب و زیبای ما و فرهنگ لطیف ما و دردی که امروز میکشیم ناشی از این پالیسی است. افراطیتی که بر اهداف جنگ سرد بر ما تحمیل شد. کشتار دختر بچه های ما 1.5 ماه پیش در مکتب کابل نتیجه امی سیاست است. داعش نتیجه امی سیاست است. آرزوی ما ای بود که این سیاست تغییر کرده باشه و قدرت‌های بزرگ در تقابل با هم از وسایل افراطیت استفاده نکنند. ولی می‌بینیم متاسفانه که هنوز هم می جریان داره. مگر چرا افغانستان؟ چرا ما به این انتخاب شدیم؟ چرا ما این رنج میبریم؟ بسیار آشکار است. حاجت به هیچ مطالعه دیگری نیست. شما فقط به شعر فیلسوف بزرگ مشرق زمین اقبال برین که افغانستان قلب آسیا کرده و بسیار نزدیک به نویسنده های بزرگ خود غرب برین، بر رابرت کپلن که کتاب معروف به نام ریونج آف جیوگرافی نوشته کرده. ریونج آف جیوگرافی این سالهای آخر چاپ شده. ما پارسال خوانده بشیم و در او به افغانستان به نام کشور با اهمیت استراتژیک حیرت انگیز اشاره شده. کشور با اهمیت استراتژیک حیرت انگیز. راست هم است 200 سال میشه یا زیادتر که ما بین ابرقدرت ها زندگی میکنیم. 200 سال پیش امپراتوری انگلیس و روسیه بود، روسیه تزاری، باز امپراتوری شوروی بود و مجادله امریکا و امروز از ذکر مهمتر ابرقدرت های امروزی و فردای جهان در همسایگی ما هستند. چین است، روسیه است، هند است و قدرت های بزرگ منطقه هستند. ما برمیگردم به حرفای که سالها پیش به خدمت شما عرض میکنم که ما مردم افغانستان ارزش خاک خود بفهمیم و با اندازه ارزش خود مطالبه کنیم.
روزی که پیمان چی نام داشت؟ قرارداد امنیتی را امضا نمیکنیم براتون گفتم که چی میگذره و چرا باید محکم شیم و اول صلح به کشور خود بخوایم بارزو امضای قرارداد بکنیم. افغانستان هغه هېوادی چې واکمنان د جهان ورته اړ دي او موږ باید په هغه اطمینان د دنیا سره معامله وکړو او د منطقې سره متماس باید په همدې ترتیب د ورونو خویندو زه نن خاص په دې راغلم ستاسو مخ ته ولاړ یم چې هغه عدم اطمینان او ډار او بیره چې زه نن اورم په مطبوعاتو کې هغه د ځانه لرې کوي. دا خاوره مو جاویدانه خاوره ده او دا به پر پښو ولاړ وي او درېږي به او ثابته سو چې موږ یې کولی سو. نن چې تاسو ناست یاست ځوانان جونې والکان ځوانان دا د دغه جوهر نتیجه ده. کله چې افغانستان موقع پیدا کړه 20 کاله د مخه تاسو د څو کالو واست؟ تو چند ساله بودی بچیم دختر؟ 20 سال پیش. حال 23 سال هستی؟ او وقت 2 ساله بودی. دخترک 2 ساله 20 سال پیش ما جوان دانسته و تحصیل کرده و خبرنگار امروز ماست. شما او دخترک میگه بچه ها را غرض ندارم. 24 شاباس بچیم باش جوانا. شما 29 تاسی؟ اینه 24 ساله دیگه. اینو متون یکتان بخواین که 30 زیاد نباشین. از نگان تا برو خیر و 30 بسیار جوان. ما به خود اعتماد داشته باشیم. ما نه تنها که یک ملت کهن و آراسته و با فرهنگ عظیم هستیم بلکه یک نسل جوان تعلیم یافته با اعتماد به نفس و به طرف پیشرفت باید هستیم. این حالات زودگذر است میگذره. جنگ بیگانه است حالا میدانیم. نجات از این جنگ بیگانه راهش برادری است، راهش هموطنی است و راهش آگاهی است و راهش صلح است و به صلح میرسیم ان شاء الله تعالی. شما بسیار بزودی آغاز دوباره مذاکرات بسیار جدی صلح را شاهد می باشید. حوصله کنین، تدبیر کنین و به طرف صلح برین. به این ترتیب سلام میکنم بر طالبا که ما بارها اونا را برادر خطاب کردیم و بسیار مورد انتقادم قرار گرفتیم. که بارها اونا را برادر خطاب کردیم و بسیار مورد انتقادم قرار گرفتیم که این کشورتان است. چیزی که در 20 سال جور شد در افغانستان، نهادهایی که جور شد تمامش از مردم افغانستان است، از خارجی ها نیست، از ماست. سرک و پل و پرچک و نهادها را خراب نکنیم و سلام میکنم بر حکومت افغانستان که فرصت ها و مواقع را که بر صلح میسر میشه ضایع نکن. تلاش کو زودتر خود برسان به مذاکرات و صلح و ایجاد حکومت ملی از طریق صلح. به هر دو جانب افغانی خود میگم که صاحب این خاک هستین، با هم بشینین، صلح کنین و کشور از این حالت آزاد کنین. کشوری که همه چیز داره، جوان داره میبریم، تعلیم یافته داره میبریم،
و او جوانایی که امریکا و غرب برایشان میگه که اگر چون با ما بودین و خدمت کردین حالا اگر میرین برین، ما برایشان میگیم که نرین، نکنین قبول پیشنهاد اونا را. اونا از انرژی و تعلیم شما در خاک خود استفاده میکنن. شما با خاک خود ببانین و خدمت کنین. شما جرمی خود نکردین که اونا شما را میبرن. شما جوانای خاک هستین، فرزندای خاک هستین، بمانین در خاکتان و خدمت کنین و آباد کنین. امریکایی که امروز آباد است و قدرتمند جهان است به بازوی جوانان 100 سال پیش خود است. روسیه که امروز بر قدرت است به ترتیب چین که امروز بزرگترین قدرت جهان شده به بازوی جوانای خود است که کوشش کردن هند به ترتیب هر کشور دیگه جهان. نو پر خپل خاور اعتماد وکړي، هر شی لرو او سوله بشر راځي، جمهوریت به پاتې وي. پر ښځو غږ کوم د افغانستان چې حقوق به مو جاویدان په دې خاوره کې وي، اولا به ډېر وي، تعلیم به مو ډېر وي، په دفترو کې به کار کوئ، په ادارات کې به کار کوئ، ډاکټران یې به یاست، انجینران یې به یاست او د دې خاورې خاوندان یې به یاست. او خدای دې هغه ورځ راولي چې د افغانستان یوه میرمن د نن یوه پیغله نجلۍ د دې خاورې د سبا رئیس جمهور وي. او دا به کوو، او دا به کوو. موږ به متمدنه رسېدلې پرمختللې جامعه یو او دې ته هلته رسېږو چې سوله وکړو او سوله ولرو او ټول بچیان د دې خاورې په دې خاورې کې ژوند وکړي. زه شوم ټول بچیان، مطلب یې دا دی چې په افغانستان کې یو کور وي، چې په افغانستان کې یو کور وي، یک خانه باشه، او یک خانه یک پدر و مادر و یک طفل یا دو طفل باشه و عموم یک خانه افغانستان در هر گوشه افغانستان که باشه با دو اولاد و یک پدر و مادر یک قوم افغانستان باشه. اون قومی که یک خانه است برابر به تمام مردم افغانستان و تمام اقوام افغانستان در این خاک صاحب است، مساوی صاحب است. این افغانستان است که ما رو میرسانه به ترقی و تعالی.